مدیر یک تلویزیون مستقل را در شهر پنجکند با گمان عفوبخشی دستگیر کردند، ولی خودش گفت که گناه ندارد. به قول وکیل مدافع، قضیه از زنازنی روز 9 سپتامبر سال 2022 بین مدیر تلویزیون مستقل آریان نور سینو نیازوف و عضو پیشین اوانگارد و اول کارمند شعبه جوانان شهرداری پنجکند بهزاد محمدی وابسته است. در آن حادثه بهزاد محمدی گویا آسیب دیده است. در داستان شهر پنجکند گفتند نسبت به مدیر تلویزیون مستقل آریان نور سینو نیازوف با اتهام عفوبخشی پرونده گشودند و تحقیق ادامه دارد. این بند کودکس جنایی تاجیکستان جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. منابع روز 27 اکتبر سال 2022 گفتند پرونده بر اساس شکایت بهزاد محمدی عضو پیشین گروه اوانگارد و اول کارمند شعبه جوانان شهرداری پنجکند باز شد. به اطلاع آنها بحث بر سر زنازنی روز 9 سپتامبر امسال در نزد طرفخانه میر پنجکند است. بهزاد محمدی ادعا کرد که آن روز سینو نیازوف و 3 همراهش او را زدند و به لباسش پیشاب کردند. نرگس عزیزقلو و وکیل مدافع سینو نیازوف مدیر تلویزیون مستقل آریان نور میگوید زیر حمایه‌اش اتهامات را رد کرده است. به استثنای یک مورد او گفت که هنگام رقصیدن در داخل طربخانه بهزاد را تیل داد. تمام زنازنی دیرتر در صحن طربخانه شده است. حالا تفتیش ثابت خواهد کرد که گناهکار کیست. شرح داد وکیل. خانم عزیزقلو در صحبت با ما بحث پیشاب را تصدیق کرد و گفت برای تشخیص آن سنجش ویژه آغاز شد. به اطلاع وکیل مدافع تفتیشات تا نیمه ماه نوامبر ادامه خواهد کرد. تلاش‌های ما برای صحبت با بهزاد محمدی نتیجه نداد. چند دفعه در صفحه‌اش در فیسبوک به او پیام گذاشتیم اما هنوز پاسخ نگرفتیم. یکی از دوستانش به ذکر نام گفت بهزاد محمدی حادثه را فراموش کرده بود، اما بعد نشر عکس‌هایش در حالت مستی در شبکه‌های اجتماعی به دادستانی شکایت کرد. این عکس‌ها را مخصوص به نمایش گذاشتند که ببینید یک سرمتخصص حکومت پنجکند چه حال دارد، در حالی که او برای تربیت جوانان و جلب آنها به صف ارتش سهم جدی دارد. افزود بهزاد محمدی 26 ساله عضو پیشین گروه اوانگارد یک سازمان وابسته به وزارت کارهای داخلی است. پیروان این گروه بیشتر به جانبداری از حکومت و منصبداران و حمله های لفظی به ضد مخالفان و منتقدان شوره دارند. بازداشت مدیر یک تلویزیون مستقل در پس منظر بازداشت و حبس چندین خبرنگار و بلاگری شناخته در تاجیکستان نگرانی ها را افزود. وکیل میگوید قضیه به کار روزنامه‌نگاری ربط ندارد، ولی سرنوشت تلویزیون آریان نور که سینو نیازوف سال 2019 فعال کرد و سرمایه‌اش از حساب تبلیغ و تجارت است حالا ناروشن مانده است.